حبیب خدا صلی الله علیه و سلم برای اشک دیده های شما یک مکافات بسیار زیبایی گفته است. خوشا به حال شما. 1400 سال پیش پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتند حرمت النار علی ثلاثه اعین. خداوند مهربان آتش دوزخ را حرام کرده است برای 3 نفر، برای صاحب 3 چشم. یکی چشمی که عین بکت من خشیت الله، چشمی که از ترس خدا از او چشم آب میبراید. او چشم هرگیز داخل آتش دوزخ نمیشه برادران. الحال او چشم در شما ما دیدم، از این چشم آب میرفت. این چشمای هستی برادر عزیز، هیچگاه خدای چشم داخل آتش دوزخ نمیکنه. حبیب خدا صلی الله علیه و سلم گفتند روز قیامت یک انسان از گناه زیادش خداوند مهربان امر به دوزخ میکنه، میگه ایره بریم به دوزخ. یکی از همین میجاهای چشمش به خدا گپ میزد. از حبیب خدا گفتن میجه چشم میگفت از خدایا مرا اجازت بده یک لحظه ما گپ زنم، یک لحظه ما گپ زنم. یکی از میجاها خدا میگفت اجازهش میداده است، میگفت از گپ زن. حبیب خدا گفتن همین میجه گپ میزد است، میگفت از خدایا حبیب تو محمد صلی الله علیه و سلم در دنیا گفته بود اگر از چشم به خاطر ترس خدا یک قطره اشک بریزه از ترس خدا، او چشم صاحبی او چشم داخل آتش دوزخ نمیشه. و همین گپ درست است. الله میگفت است بله قول پیغمبر من هست. همین میجه چشم شاهدی میداده است، میگفت است خدایا من شاهد هستم همین صاحبی من در دنیا از ترس تو گریه کرده بود. خدایا همین از ترس تو گریه کرده بود. من شاهد هستم خدایا، من شاهدی میتونم، شاهدی مرا قبول کن. الله مهربان میگفت است که واقعا شاهدی درست است، این در دنیا از ترس من گریه کرده بود. حبیب خدا صلی الله علیه و سلم گفتن در قیامت اعلان میشه و که یک نفر از آتش دوزخ به شاهدی یک میجهش نجات یافت. این از آتش دوزخ نجات میتن. این چشم من در شما دیدم برادرها. خدا رو میخواهم که روز قیامت شاهدی را ما و شما رو میجا ما بتن. این میجا روز قیامت شاهد بشیدن. خدا شاهدی اینا رو قبول میکرده است. این شب چشما رو ما دیدم برادر عزیز. انشاءالله امید دارم که گریه این شب، ناله این شب، آه این شب سبب نجات روز قیامت است برادر.